روز بخیر بیننده عزیز، سرخط خبرهاست از رادیوی آزادی. در چند دقیقه بعدی این خبرها را داریم. از خبرنگار بازداشت شده عبدالله غربتی زیر فشار نواری اعترافی گناه گرفتند. نرخ آرد در قیاس با یک سال پیش بیش از 20% بالا رفته ولی هفته‌های اخیر ارزان تر شده است. 70 سرباز و افسر برای کمک در تعمیر و بازسازی خانه‌های ساکنان منطقه‌های نزدی مرزی تاجیکستان سفربر شدند و بازداشت و جریمه بیش از 20 مهاجر تاجیک در مسکو. خبرهای دیگر هم داریم. پرزیدنت آمریکا جو بایدن میگوید هنگام گرفتن تصمیم درباره تجاوز به خاک اوکراین ولادیمیر پوتین با امکانات حربی کشورش بهای نادرست داد. در عین زمان رهبر ایالات متحده گفت صرف نظر از تهدیدهای پنهانی مسکو او باور ندارد که پوتین در مقابل اوکراین از سلاح تاکتیکی هسته‌ای استفاده برد. در این باره بایدن دیروز اظهارات نشر کرد. پیش از آن پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با اشاره به حمله‌های هوایی روزهای اخیر از کشورهای غربی خواست که نظام مدافع ضد هوایی اوکراین را تحکیم بخشند. در دوام 2 روز گذشته بعد ترکیش در پل پیوست کننده روسیه با نیم جزیره اشغال شده کریم، نیروهای روسیه شهرها و انفراستراکچور ملکی و انرژتیکی اوکراین را هدف قرار داده بودند. ضمناً 12 اکتبر خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB خبر داد که در رابطه با ترکیش در پل کریم 8 نفر، 5 شهروند روسیه و 3 شهروند اوکراین و ارمنستان را به حبس گرفتند. بر اثر ترکیش 8 اکتبر بخشی از پل تخریب شد ولی استفاده از آن ادامه دارد. به قول FSB ترکیش را ریاست کل اکتشافی وزارت مدافع اوکراین تشکیل کردند. اوکراین رسما به این گزارش پاسخ نداده است ولی منصبداران اوکراینی ترکیش در پل را جشن گرفته بودند. منابع آگاه گفتند که روزنامه‌نگار عبدالله غربتی 2 هفته پیش از اعلان حکم زیر فشار به گناه اقرار کرده خواهان رهایی شده است. او را هفته گذشته به 7.5 سال زندان محکوم کردند، اما نزدیکانش راضی نیستند. نوار اعتراف او تا حال در جای نشر نشده معلوم نیست که در مرافعه دادگاهی استفاده شده است یا نه. یک کارمند بازداشتگاه که شاهد نوارگیری بوده است روز 12 اکتبر به ذکر نام گفت عبدالله غربتی را زیر فشار و با وعده اینکه آزاد خواهند کرد در نزد دوربین به صحبت مجبور نمودند. به عبدالله گفتند صحبتش در تلویزیون دولتی پخش خواهد شد. مقامات هنوز این ادعا را شرح ندادند. در این صحبت که 2 ساعت دوام کرده به گفته منبع از سوی ماموران امور داخلی ثبت شده است، عبدالله غربتی گفته است که او گناهکار است و خواهش دارد که دادگاه جوانیش را به نظر گرفته آزادش کنند. پیوندان عبدالله غربتی نیز به رادیوی آزادی گفتند که عبدالله به آنها خبر داده است که مجبوراً در نزد دوربین ویدیو صحبت‌های زیاد کرده است و اگر آن نشر شود به یگان سخنش باور نکنند. مقامات تفتیشاتی و امنیتی تاجیکستان در پخش نوارهای اعتراف گناه افرادی که بازداشتشان بحث برانگیز است سابقه زیاد دارند. در گذشته 10 نوار افرادی بازداشت شده نشر شده بود که میگفتند گناهکارند و شکنجه نشده‌اند. نرخ آرد در تاجیکستان به فرق از 1 سال گذشته 23% گران اما در مقایسه با هفته‌های پیش ارزان تر شده است. در مجموع ارزش اکثر مواد غذایی در یک هفته اخیر در بسیاری از بازارهای تاجیکستان کم پایین رفته است. برنامه اوضاع‌خواری سازمان ملل با نشر ارزیابی نوی قیمت‌ها روز 11 اکتبر گفت نرخ آرد و روغن در تاجیکستان کمی ارزان شده است. یک خلطه آرد 50 کیلویی حالا از 300 تا 330 سومانی است. قبلا آن تا به 370 سومانی رسیده بود. دلیل هم به گفته کارشناسان افزایش واردات از خارج و جمع‌آوری حاصل نوی گندم است. در همین حال نرخ سبزی به فرق از هفته و ماه گذشته از 5 تا 14% بالا رفته است. بنا به مشاهده کارشناسان برنامه اوضاع‌خواری سازمان ملل در 2 هفته اخیر در بازارهای کشور کم پایین رفتن قیمت بنزین و سوزشواری دیزلی مشاهده می شود. اما کاربران آزادی در روزهای اخیر از 2 برابر بالا رفتن نرخ انگشت شکایت می کنند. در پی آغاز بی‌برقی ها در کشور 1 کیلو انگشت 3 سومانی شده است.
پلیس روسیه بیش از 20 مهاجر تاجیک را در شهرک لوکوموتیو مسکو بازداشت و جریمه کرده است. مهاجران تاجیک با ارسال نوار روز 12 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند که دلیل جریمه شدنشان پیدا نشدن اسمشان در مرکز ثبت حق اقامت شهروندان خارجی بوده است. آنها گفتند که قبل از آغاز کار در روسیه خود را ثبت نام کرده بودند و در این باره سند نیز دارند، ولی معلوم نیست که چرا نام آنها در مرکز ثبت حق اقامت شهروندان خارجی پیدا نشده است. فروخ نبیوف یک تن از این مهاجران گفت برخی از آنها را 3 و قسم دیگر را تا 5000 روبل جریمه کردند. مقامات روسیه هنوز حادثه را شرح ندادند. مهاجران تاجیک در روسیه پیوسته از ناعدالتی مقامات روس شکایت میکنند. سالانه هزاران مهاجر تاجیک در روسیه جریمه و از این کشور اخراج میشوند. سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه 150,000 مهاجران تاجیک را که حق ورود به روسیه را نداشتند عفو کرده بود. بعد از 6 ماه بحث دادگاه قرار کرده است به خانواده حسن یادگورف، ساکن شهر تورسونزاده که برای شکنجه او 3 کارمند میلیسا محکوم به زندان شده بود 5000 سومانی پرداخت شود. این خانواده از وزارت امور داخلی تاجیکستان 400,000 سومانی جبران ضرر طلب کرده بود و از قرار نوی دادگاه ناراضی‌اند. تفصیلات این موضوع را امروز در برنامه اخبار آزادی پیشنهاد شما میکنیم. حدود 70 سرباز و افسری کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان برای کمک به مردم منطقه‌های نزد مرزی که در مناقشه اخیر خانه‌هایشان تخریب گشت جلب شدند. بنا به اطلاع کمیته مذکور، سربازان در کارهای ساختمانی و رفع پیامدهای مناقشه به ساکنان ناحیه اسفره یاری می‌رسانند. مقامات قبلا گفته بودند تا آخر ماه منزل‌های خراب شده ساکنان تعمیر و بازسازی می‌شوند. در مناقشه روزهای 14-17 سپتامبر در مرز با قرقیزستان در ناحیه‌های اسفره و باباجان غفوروف 85 منزل پرره و ویران شده بیش از 180 عائله ضرر دیدند. در تعمیر و برقرارسازی خانه‌های خراب شده ساکنان منطقه‌های نزد مرزی بیش از 100 دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند و مردم منطقه‌های دیگری سوخت هم کمک می‌رسانند. و حالا توجه کنید به قرب اسعار در تاجیکستان که آن را بانک ملی برای امروز 12 اکتبر تعیین کرده است. امروز قرب روبل روسی در برابر سومانی باز هم پایین رفته 1000 روبل به 159 سومانی برابر شده است. $1 10 سومانی و 21 درم و 1 یورو 9 سومانی و 32 درم را تشکیل می‌دهد. در بانک‌های تجارتی قرب سومانی فرق می‌کند. سرخط خبرها اینجا به پایان رسید. شما را 3 ساعت بعد در برنامه اخبار آزادی انتظاریم. خدا نگهدار.